چطوری میلیاردها دستگاه توی دنیا همدیگر رو پیدا میکنن؟ اینترنت یک شبکه بسیار بزرگ و عظیمه که داخلش دستگاه ها با استفاده از آدرس های منحصر به فرد همدیگر پیدا میکنن. با من همراه باشید. این آدرس منحصر به فرد به زبان ساده IP یا اینترنت پروتکل نامیده می شود که دقیقا مثل آدرس پستی یا شماره تلفن همراه میمونه. هر دستگاهی هم که توی اینترنت هست از این آدرس استفاده میکنه. گوشی تلفن، کامپیوتر، تلویزیون هوشمند یا حتی وب سرورها. فرمت استاندارد IP که امروزه زیاد میبینیم تشکیل شده از 4 تا عدده که با نقطه یا دات از همدیگه جدا میشن، مثل 192 168 11. هر دستگاهی باید یک IP داشته باشه تا بتونه داده ها رو به درستی دریافت و ارسال کنه. بیایید یه مثال واقعی ببینیم. فرض کنید شما میخواید وبسایت دیجیکالا رو پیدا کنید. سرچ میکنید digicala.com. اما نکته اینجاست که کامپیوتر شما دامنه یا آدرس سایت رو نمیشناسه و فقط با IP کار میکنه. اینجاست که سرویسی به نام DNS وارد عمل میشه. DNS مثل یک دفترچه تلفن بزرگه که از شما دامنه یا آدرس وبسایت رو میگیره و IP اون رو پیدا میکنه و به کامپیوترتون تحویل میده. حالا که کامپیوتر شما IP سرور دیجیکالا داره، درخواست دیدن سایت رو توی قالب یه سری نامه و پکت به آدرس IP دیجیکالا ارسال میکنه و دیجیکالا هم محتوای سایتش رو توی قالب همون نامه و پکت به آدرس IP کامپیوتر شما ارسال میکنه. به همین سادگی. در نتیجه IP مثل قلب شبکه بزرگ اینترنت میمونه. بدون IP هیچ نامه و پکتی نمیدونه که از کجا اومده و قراره که به کجا بره. پس سری بعد که آنلاین شدید بدونید که پشت هر کلیکتون IP هستش و داره از IP استفاده میشه. اسپانسر این ویدیو هم خودم هستم. اگر که نیاز به سرور اختصاصی یا سرورهای ابری یا VPS داشتید میتونید به من پیام بدید و باز هم اگر به دنیای شبکه علاقه‌مند هستید با من همراه باشید. موفق باشید.